من امروز از شما به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی ایران سوالی ندارم، چرا که معتقدم به سبب رد صلاحیت‌های گسترده پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین تقلبات گسترده‌ای که در حینش انجام گرفت به گفته آقای دکتر عماد افروخ که از جانب شما هم هست، من شما رو به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی قبول ندارم. این مجلس یک مجلس غیرقانونیه و شما هم رئیس مجلس غیرقانونیه. به لطف زحمات بی‌شایبه رئیس دانشگاه شیراز، دانشجویان منتقد از داشتن یک تشکل منتقد محرومند و انجمن اسلامی دانشجویان قدیمی‌ترین تشکل سیاسی دانشگاه در زمان انقلاب قبلش و بعدش علیرغم پیگیری‌های مجدانه و مصرانه دوستان ما لغو امتیاز شد و مجدد هم امتیازی برای او صادر نگردید برای فعالیت. بغض‌های خودم رو اینجور عنوان می‌کنم: من از 3 چیز متنفرم. 1. محمود احمدی نژاد.